سلام بر همگی. من نادر کیوانفر هستم. امروز چهارشنبه 18 مارچ 2015 هست و مطلب امروز راجع به آزادی، freedom. آزادی چیست و چگونه میتوان به آزادی رسید و چرا آزادی از ما گرفته میشه و معنی آزادی و چگونگی دسترسی به آزادی رو خواستم توضیح بدم. قبل از هر چیز خواهش میکنم مطالب امروز رو تا آخر با دقت گوش کنید و برای خود یادداشت بردارید. شاید مطالب یه خورده سنگین باشه و یا اگر توضیحات بیشتری در آینده خواستید من در خدمتون هستم، ولی به طور خلاصه من این مطالب رو سعی میکنم که به طور خلاصه براتون تعریف کنم که ما متوجه بشیم آزادی چیه و چگونه میشه به آزادی رسید. از روز اول خلقت ما اول نگاه میکنیم. وقتی که وقتی که یک کارخونه برای مثال ماشین سازی یک ماشینی رو درست میکنه، اول تست درایو میکنه دیگه، اول آزمایشش میکنه. هر کارخونه هر دوایی درست میکنه، هر کامپیوتری درست میکنن، هر چیزی اول آزمایشش میکنن قبل از اینکه به مارکت بدن. روز اول وقتی که خالق خدا اومد آدم رو آفرید و در بهشتی که آفریده بود گذاشتش، امتحانش کرد به این صورت که گفت تو آزادی، تو هر میوهی میخوای بخوری تو این باغ بهشت مال توه. این خونه رو من برای تو درست کردم، این قصر رو، و تو میتونی در این قصر زندگی کنی، از هر چیزی هم میخوای استفاده کن، بخور. ولی یک درخت رو که البته درخت انجیر بود گفت از این درخت نخور. به روایتی بعضیا میگن درخت سیب بود، ولی ما میدونیم وقتی کسی اشتباهی میکنه خودشو با همون اشتباه میخواد بپوشونه. بنابراین با برگ انجیر آدم خودشو پوشون وقتی که اشتباه کرد. بنابراین متوجه میشیم که بنابراین از درخت انجیر خورده بود، به خاطری که مدرکش هم تو دستش بود و خودشو پوشونده بود با اون مدرک. بنابراین موقعی که خدا از آدم خواست که رستریکشن داشته باشه، خواست ببینه رستریکشن آدم تا چه اندازه است. چون ما میدونیم وقتی ما لامپی رو درست میکنیم، برای که اون لامپ بتونه نور ایجاد بکنه احتیاج به رزیستیو یا مقاومت داره. اگر لامپ مقاومت ضعیف باشه، مقاومتش یا مقاومت خوبی نداشته باشه، میسوزه و نمیتونه نور بده. اگر مقاومتش کم باشه خیلی نور کمی رو میتونه تولید کنه و هرچه که مقاومت لامپ بیشتر باشه نور بیشتری رو میتونه انجام بده. بنابراین خدا انسان رو خواست مقاومتش امتحان کنه، ببینه تا چه اندازه میتونه نور در این دنیا به وجود بیاره و تا چه اندازه میتونه یک شخص نورانی باشه. بنابراین با این آزمایش دید که مقاومت انسان کمه، چرا که آدم نتونست مقاومت کنه و از اون میوه‌ای رو که خدا بهش دستور داده بود که فقط این یکی رو نخور، نتونست که مقاومت کنه. بنابراین وقتی که مقاومتش رو از دست داد و از اون میوه که نباید میخورد خورد، باعث شد که احساس گناه بکنه و احساس پشیمانی. و ما میدونیم که وقتی ما احساس گناه و پشیمانی میکنیم دیگه فکرمون خوب درست کار نمیکنه. در واقع ما خودمون رو در یک زندانی میکنیم و خودمون رو تنبیه میکنیم در واقع.
این یکی از قوانین دنیا و قوانین طبیعته که انسان‌ها وقتی که اشتباهی میکنن در زندگیشون، به خاطر اون اشتباه سعی میکنن اولا خودشونو پشت اون اشتباه قایم کنن و اون آزادی فکری رو که دیگه قبلا داشتن از دست میدن. چون ما میدونیم ما وقتی فکرمون مشغول به اصطلاح خراب میشه و دیگه خوب نمیتونیم فکر بکنیم به خاطر یک اشتباهی، اون آزادی فکری رو از دست میدیم. چون فکر ما یک فکر آزاد هست که میتونه به هر جای پرواز بکنه. ما میتونیم فکر کنیم که الان توی یک کشور دیگه هستیم و در کمتر از 1/1000 ثانیه ما میتونیم از یک کشور به یک کشور دیگه بریم با سرعت خیلی خیلی زیاد با قدرت فکرمون. و این آزادی فکری از دست داده میشه وقتی که ما اشتباه میکنیم. بنابراین خیلی مهمه که ما ذهنمون رو خراب نکنیم و اشتباه در زندگیمون نکنیم. مثال دیگه که بزنم براتون، بچه وقتی که کوچیکه میدونین میذارنش تو یک اتاقک کوچک یا یک دونه از این گهواره ها هست، میذارنش توی حتی تخت خوابی که دورش نرده هست و مواظبش هستن که اشتباه نکنه، نیفته دست و پاش زخمی بشه، بلای سرش بیاد و در واقع یک محدودیت های خاصی رو براش میذارن تا این بچه یواش یواش بزرگ شه، چند بار زمین بخوره، بفهمه که زمین خوردن بده، یاد بگیره راه بره، مواظبش هستن تا اینکه بزرگ بشه و وقتی که میخواد مثلا دوچرخه سواری یاد بگیره، اول پشت دوچرخه رو میگیرن، دنبالش میدوئن که مواظب باشن زمین نخوره تا زمانی که روی پای خودش وایسه و بتونه کنترل بکنه خودشو. اون زمانی که دیگه بچه تونست خودشو کنترل بکنه و تونست مقاومت بکنه و تونست مواظب خودش باشه، ما چیکار میکنیم؟ دیگه اون دوچرخه رو ول میکنیم، پشتش رو میذاریم بره، میذاریم قشنگ بدوه، راه بره، دور استخر رو نرده میکشیم که تو استخر نیفته. وقتی که بزرگ شد فهمید که میتونه مقاومت کنه که نره بیفته تو استخر، میتونه مقاومت بکنه که بتونه از خودش نگهداری بکنه، ما چی کار میکنیم؟ بهش آزادی میدیم دیگه. چون تا زمانی که میبینیم نمیتونه مقاومت کنه، نمیتونه خودشو کنترل بکنه، ما بایستی مواظبش باشیم، نرده دورش بکشیم و نگذاریم هر کاری میخواد بکنه، چون بهش نمیتونیم اطمینان کنیم که بلای سر خودش نیاره. برای همین ما آزادیشو در واقع برای اون مدت میگیریم، نمیذاریمش کاملا آزاد باشه و زمانی که به اون مرحله‌ای که رسید که تونست مقاومتشو زیاد کنه و تونست از خودش نگهداری کنه، ما دیگه آزادش میذاریم. بنابراین آزادی به چه صورت به وجود میاد؟ زمانی که ما بتونیم در زندگیمون، در کارهامون درجه اول مقاومت داشته باشیم و هر چقدر که مقاومت ما در کارهامون بیشتر باشه، ما خیلی نور بیشتری میتونیم در این دنیا به وجود بیاریم. ذهن ما طوری ساخته شده که دوست داره خودمختاری داشته باشه و آزادی از همون خودمختاری میاد که ما میخوایم خودمختار باشیم و آزادی داشته باشیم. بنابراین یکی از معنی‌های آزادی خودمختاریه. ولی خب اگه یک بچه‌ای که نمیتونه خود مقاومت خوبی داشته باشه در مقابل کارهای بد و ممکنه بلای سر خودش بیاره، ما چه کار میکنیم؟ اون خودمختاریشو محدود میکنیم، جلوشو میگیریم به عنوان پدر و مادر. بنابراین همین کارو اون خالق ما انجام میده با ما.
اون خالقی که ما رو به وجود آورده همون کار پدر و مادر رو میکنه. مواظب ماست در زندگی تا ما بلای سر خودمون نیاریم. مواظب ماست، آزادی های ما رو از ما میگیره تا زمانی که ما بتونیم به اون درجه برسیم که بتونیم از دستوراتی که داده، چیزهایی که ما گفته یاد بگیریم و انجام بدیم. و وقتی ما اون کارهایی رو که گفته انجام بدیم انجام دادیم، اون وقت چه کار میکنه؟ اون خالق ما رو آزاد میکنه و آزاد میذاره که بتونیم خود مختاری داشته باشیم، چون میدونه دیگه ما کار اشتباه نمی کنیم. ولی تا زمانی که ببینه ما هنوز اشتباه میکنیم، ما اگه یه بچه رو ببینیم میره دستشو میکنه تو پریز برق، میره هی میفته زمین، میره میفته تو استخر، خب معلومه ما آزادیشو میگیریم، نمیگذاریم این کارو بکنه. بنابراین خالق هم باید همین کارو با ما بکنه. خالق هم وقتی میبینه ما انجام نمیدیم دستوراتشو، مسلمه اونم آزادی ما رو از ما میگیره. بنابراین چون خالق گفت من انسان رو از ایمیج خودم مثل خودم ساختم. بنابراین هر کاری که ما در این دنیا انجام میدیم، از بچگی تا بزرگ میشیم و با بچه هامون، همون کارو خالق برای ما در این دنیا به وجود میاره و انجام میده. برای اینکه ما به آزادی برسیم و اون زندانی رو که ما میایم در سر اشتباه خودمون رو میذاریم تو اون زندان و خودمون هم میشیم زندانبانش و کلید زندان هم دست خودمونه. ما برای که بتونیم از اون زندانی که به وجود آوردیم برای خودمون، که اتوماتیک وقتی ما اشتباهی میکنیم خودمون رو تو زندان میندازیم، تو زندان فکری، کلیدش هم دست خودمونه و کلیدش 3 مرحله داره که میتونه اون در زندان رو باز کنه، ما رو از زندان بیاره بیرون. میدونیم که بیشتر قفل‌ها هم که درست میکنن، اگه نگاه کنیم 3 تا دندونه داره معمولا. بنابراین ما از اینجا یاد میگیریم، وقتی که طبیعت هم به ما یاد داده که قفل که درست میکنی کلیدش 3 تا دندونه داره، یعنی چی؟ یعنی 1 2 3. خیلی راحت. تو زندگیت هم اگه میخوای از زندانت بیای بیرون، 3 تا مرحله داره، باید این 3 تا رو انجام بدی به همین سادگی. و بعد میتونی وقتی که خالق دید شما خود مختاری مقاومت رو انجام میدی و یاد گرفتی، اتوماتیک و اون درجه 1 و 2 و 3 شما رو دیگه آزاد میذاره و اون وقت شما به آزادی کامل میرسی. و اون زمانی است که وقتی آزادی فکری داشتی و آزادی کامل داشتی و فکرت دیگه مغشوش نبود و درست کار کرد، اون وقت تمام امکانات دیگر هم اون خالق در اختیار شما میذاره که شما بری و موفق بشی تو زندگی و به دیگران هم کمک بکنی و آزادی کامل به شما میده. حالا سوال اینجاست که این 3 تا دندونه کلید، این 3 تا مرحله چیه؟ چجوری ما میتونیم با این 3 تا مرحله‌ای که انجام بدیم به آزادی برسیم؟ شماره 1 احترام و محبت کردنه. یعنی اگر ما یاد بگیریم که در زندگیمون به دیگران احترام بگذاریم، به عقاید دیگران احترام بگذاریم و محبت بکنیم به دیگران، این اولین کلید آزادیه که ما میتونیم 1 دندونه اون قفل رو بشکنیم و برسیم به نزدیک بشیم به آزادی. شماره 2، کلید شماره 2 که بایستی ما استفاده کنیم انصاف و عدالته. یعنی در هر کاری که ما در زندگیمون میکنیم، اگر با انصاف باشیم، با عدالت باشیم و نخواهیم هر کاری رو که انجام میدیم با کلک و با دروغ و با کلاه سر دیگران گذاشتن و با گول زدن و با دروغ گفتن و با اینها اگه ما بخوایم بریم جلو، چه کار میکنیم؟ قفل رو میبندیم دوباره تو زندگی خودمون و فکرمون دیگه آزاد نیست. چرا؟ که ما وقتی که شب میایم میخوایم بخوابیم،
اون وجدان ما ناراحته. ما میگیم چرا امروز این کار بدو کردیم، چرا به یکی بدی کردیم، چرا سر یکی رو کلا گذاشتیم. این وجدان تمام مدت فکر ما رو میخوره و مغشوش میکنه و وقتی اون فکر ما دیگه آزاد نبود، یعنی چی؟ یعنی ما تو زندانیم دیگه، بدن ما میره تو زندان چون فکرمون آزادیش ازش گرفته شده. خیلی مهمه که ما فکرمون آزاد باشه و ناراحت نباشه فکر ما که چرا من امروز بی انصافی کردم، چرا بی عدالتی کردم، چرا بی محبتی کردم، چرا احترام به یک نفر نگذاشتم، چرا به شخصی میتونستم محبت کنم کمک کنم نکردم. تمام اینها باعث میشه که فکر ما از اون آزادی بیاد بیرون و گرفتار زندان وجدان ما بشه و دیگه فکر ما خوب کار نکنه. بنابراین اگر ما شماره 1 و 2 رو انجام دادیم، احترام گذاشتیم، محبت کردیم، انصاف و عدالت داشتیم، باز یک مرحله دیگه فقط میمونه که ما بتونیم به آزادی کامل برسیم و اون قبول کردن حقیقت و واقعیت در هر کاری، که هر کاری رو ما انجام میدیم درست و صحیح انجام بدیم، واقعیت رو قبول بکنیم، حقیقت باشه، با حقیقت بریم جلو و واقع بین باشیم. و وقتی که ما هر کاری رو صحیح انجام بدیم و کاری رو که بر خودمون نمیپسندیم به دیگران نکنیم و با حقیقت بریم جلو، این شماره 1 و 2 و 3 رو که ما انجام دادیم، احترام، محبت، انصاف، عدالت، حقیقت، واقعیت در زندگیمون، این کلید رسیدن به آزادیه. بنابراین اگر ما این 3 مرحله رو تو زندگیمون همیشه رعایت بکنیم، میرسیم به آزادی. و اگر در این دنیا تمام انسان‌های این دنیا این 3 مرحله رو به درستی انجام بدن، کلید آزادی این دنیا دست ما هست و میتونیم به آزادی کامل برسیم. و در این دنیا اون وقتی که اون خالق ببینه که تمام افراد بشرش رو که درست کرده، تمام انسانهاش دیگه احتیاج به پلیس ندارن که مواظب باشه چرا قرمز رو رد میکنن یا نه، دیگه احتیاج به پلیس ندارن که ببینه دزدی میکنه یا نه، دیگه احتیاج نباشه که ما پلیس داشته باشیم، ارتش داشته باشیم. و وقتی که هر شخصی به نوبت خودش در این دنیا بدونه که خودش پلیس خودش باید باشه، باید اون مقاومتش رو که خیلی مهمه رو درست انجام بده. و اگر هرچه مقاومتش تو زندگی بیشتر باشه، نور بیشتری میتونه تو این دنیا به وجود بیاره، این دنیا نورانی خواهد شد و دیگه ما احتیاجی به کسی نداریم که مواظب ما باشه. همونطور یه بچه‌ای که وقتی بزرگ شد، وقتی یاد گرفت که درست کاراش انجام بده، ما آزادش میذاریم. خالق هم ما رو آزاد میذاره وقتی ببینه ما کارمون رو درست انجام میدیم. ما داریم میبینیم در کشورهای دیگه مردم با وجودی که پلیس هم وایساده چرا قرمز رو رد میکنن، خلاف میکنن، دروغ میگن، سر هم دیگه کلا میذارن، در حالی که در کشورهای پیشرفته میبینیم که این مسائل کمتره. اینجا هر کسی میدونه که باید سر چراغ قرمز باید وایسه، پلیس باشه یا نباشه میدونه باید کارش انجام بده، میدونه باید حق اون آدم پیاده رو بهش اجازه بده که آدم پیاده بره اول، وای میسه. اینجا تو آمریکا ما میبینیم آمریکایی ها این تکنولوژی رو، این مقاومت رو یاد گرفتن که اتوماتیک وقتی میبینن یه نفر تو خیابون داره راه میره براش وای میسن، چرا قرمز میشه وای میسن. ولی خارجی هایی که میان اینجا باز هنوز میبینیم به سیستم اشتباه کشور خودشون. خب ما چرا میبینیم در ایران، در کشور ایران میبینیم این همه پلیس و کمیته و این همه؟ به خاطر که مردم رعایت همدیگر رو نمی کنن، میخوان سر همدیگر کلا بذارن، احترام به همدیگه نمیگذارن، محبت به هم نمی کنن، انصاف و عدالت
که مرحله خیلی مهمه، شماره 2 هست، انصاف و عدالت ندارن، بنابراین برای همین آزادیشون گرفته شده. شما فکر میکنین که اون رژیم ایرانه که آزادی مردم رو گرفته؟ نه، اون خود مردمن که باعث شدن آزادیشون گرفته بشه و رژیمی بیاد بالا سرشون که باید اونها رو تو فشار بگذاره آزادیشون رو بگیره. اگر مردم یاد بگیرن که انصاف و عدالت داشته باشن، اون رژیم از بین میره خودش. ما اگر در دنیا همه مردم این دنیا انصاف و عدالت داشته باشن و حقیقت و احترام برای همدیگه قائل باشن و محبت بکنن، اصلا این دنیا احتیاج دیگه به پلیس نداره. بنابراین ما اینجا به همین سادگی یاد میگیریم که برای رسیدن به آزادی فقط این 3 مرحله رو ما باید اجرا کنیم تا برسیم به آزادی. و وقتی فکر ما آزاد بود و وقتی که ما دیگه شب ناراحت نبودیم و فکرمون راحت بود و فکرمون آزاد بود، میتونیم به خیلی کارهای مثبت برسیم، به خیلی کارهای بهتری تو زندگیمون انجام بدیم، میتونیم خیلی اختراعات بکنیم، خیلی چیزهای دیگر رو پیدا بکنیم، به خاطر که فکرمون آزاده. ولی وقتی فکرمون ناراحته، حتی تو کارمون هم نمیتونیم درست پیشرفت بکنیم، چون تمام مدت فکرمون ناراحته. اگه تو خانواده فکرمون ناراحت باشه، حتی به خانوادهمون هم درست نمیتونیم برسیم. پس وقتی که فکرمون درست باشه، ذهنمون آزاد باشه، همه چیز با حقیقت و واقعیت بریم جلو و با انصاف و عدالت، با محبت، خانواده ما، زندگی ما تبدیل میشه به بهشت. اون بهشتی که خدا درست کرد همون بهشت آزادیه که ما احتیاج داریم به آزادی برسیم. در جلسات آینده خیلی این مسئله رو و خیلی رازهای دیگه دنیا رو، رازهای خلقت رو من توضیح خواهم داد. سمینارهای من رو گوش کنید. کلاس‌های رایگانی من دارم میگذارم برای تمام افراد که بتونن بیان و بتونیم با هم گروهی تمام این رازهای خلقت رو پیدا بکنیم که بتونیم به آزادی کامل در این دنیا برسیم. با من در تماس باشین با تلفن 310 488 6444. تکرار میکنم 310 488 6444. من نادر کیوانفر هستم از World Helping Hand Foundation، nadereducationalcenter.com، بنیاد جهانی دستهای نگهدارنده و مددکار سازمان من هست و خوشحال میشم که عضو سازمان من بشین و هیچ چارجی هم نداره. کلاس های من به طور رایگان هست، کانسولتیشن و هر کمکی که لازم داشته باشین میتونم به صورت رایگان با شما مصاحبه داشته باشم و بهتون کمک کنم. موفق باشین. خداحافظ شما.